فیلمش موجوده که سلبریتی ها و سیاستمداران معروف دنیا برای بت‌هاشون بچه قربانی میکنن. یه خبرنگار مخفیانه ازشون فیلم میگیره. دنیا رو بر مبنای این عقاید مضحک و جن پرستیشون دارن پیش میبرن. طبق عقاید آخرالزمانیشون باید 2/3 یا 3/4 جمعیت دنیا از بین بره. کرونا رو بر همین مبنا ساختن. میگه این مجسمه تائیسه که ساخت. تائیس کسی بود که مشعل رو داد دست اسکندر که تخت جمشید آتیش بزنه. خود این مجسمه اومدن یه برج عجیب و غریب کنار کعبه ساختن که عظمت کعبه رو بگیره. بالای برج رو هلال ماه زدن که مثلا بگن اسلامی. هلال ماه به این صورته. در واقع این شاخ شیطانه. در فیلم وایکینگ دد که قبل از حادثه منا ساخته شده به وضوح داره به این اتفاق اشاره میکنه. اینها میان دور تا دور خیابون‌ها رو میبندن. اینها میان زامبی ها رو هدایت میکنن به سمت اون تقاطع. وقتی زامبی ها به تقاطع میرسن به در و دیوار میخورن و کشته میشن. حادثه سقوط جرثقیل در چه روزی اتفاق افتاد؟ 11 سپتامبر. 11 و 9 هر دو براشون مقدس و دقیقاً 13 روز بعدش حادثه منا اتفاق افتاد. این عددها شانسی در اومده. من توهم توطئه زدم. همونطور که در کلیپ قبل گفتم یه عده سرمایه‌دار تو دنیا هستن که به جن پرستی اعتقاد دارن و یه سری عدد و نماد براشون مقدسه. در اتفاقاتی که در دنیا رقم میزنن سعی میکنن از این نمادها استفاده کنن. در قسمت قبل دلیل تقدس عدد 9، 11، 22، 33 و 63 رو گفتم. اگه اون کلیپ رو ندیدین ایرادی نداره. همینقدر بدونین که این عددها براشون مهمه. حالا بریم ادامه داستان. عدد بعدی 13. یکی از دلایل تقدسش داستان ایسیس و اوسیریسه. این داستان‌ها مهمه که دارم میگم. بخشی از نمادهاشون داخل همین داستان‌های تخیلیشونه. دنیا رو بر مبنای این عقاید مضحک و جن پرستیشون دارن پیش میبرن. طبق عقاید آخرالزمانیشون باید 2/3 یا 3/4 جمعیت دنیا از بین بره. کرونا رو بر همین مبنا ساختن. در این حد روانیان. حالا داستان ایسیس و اوسیریس چیه؟ خدای زمین و خدای آسمان مصریان باستان 4 تا بچه داشتن. ایسیس، اوسیریس، ست و نفتیس. 4 تا خواهر برادرن از خدایان جنی مصریان باستان. اوسیریس و ست پسر، ایسیس و نفتیس دختر. ایسیس با اوسیریس ازدواج میکنه، الگوی ازدواج با مهاره. اون یکی برادر ست به اوسیریس حسادت میکنه و میاد اوسیریس رو میکشه و بدنش رو 14 تیکه میکنه و هر تیکش رو یه جای دنیا میندازه. ایسیس میاد دنبال شوهرش، میبینه که کشته شده. تو کل دنیا میگرده و فقط 13 تیکه از بدن اوسیریس رو پیدا میکنه. یکی از دلایلی که 13 براشون مقدسه همین داستانه. یه تیکه رو پیدا نمیکنه. عذر میخوام از دوستان. آلت تناسلی اوسیریس رو پیدا نمیکنه و اون 13 تیکه رو به هم میچسبونه و اوسیریس زنده میشه و با ایسیس نزدیکی میکنه و هروس به دنیا میاد. حالا سوال پیش میاد که این نقص فنی داشت، چطوری بچه دار شده؟ میگن شیطان در بطن و رحم ایسیس حلول کرده و هروس به دنیا اومده. ایسیس مادر بیوه معنوی همه ماسون هاست و این کلمه مادر بیوه یک کد بین ماسون ها. مثلا در داستان هیرام ذکر شده که هیرام پسر یه زن بیوه بوده. یا مثلا سازنده این مجسمه آزادی فریدریک آگوست بارتولدی میگه این مجسمه تائیسه که ساختن. تائیس کسی بود که مشعل رو داد دست اسکندر که تخت جمشید آتیش بزنه. خود این مجسمه هم نکته داره. نکتهش اینه که دشمنی ما با این غربی ها یه بخشیش تمدنیه. به سازنده میگن این مجسمه هیچ شباهتی به تائیس نداره. میگه من اینو از روی چهره مادر بیوه خودم ساختم. بعد مشخص میشه که معمار این بنای ماسون بوده و از روی چهره ایسیس این مجسمه رو ساخته. مصریان باستان به یادبود اون عضو گم شده اوسیریس این بنا رو به صورت دوتایی ورودی معابدشون و به صورت تکی در مراکز شهر می ساختن و به این نماد تخنو می گفتن. در زبانهای عربی، عبری، آرامی و بین النهرینی این نماد به عنوان آلت بت بعل معروف بوده و امروزه هم به اسم آبلیسک یا اوبلیسک شناخته میشه. قرآن هم به این بت اشاره کرده. اتدعون بعلا، آیا بت بعل رو میپرستید و بهترین آفریدگار رو رها میکنید؟ مصریان باستان کنار این آبلیسک انسان قربانی میکردن و این قربانی ها رو تقدیم بت بعل میکردن. امروزه هم جوامع مربوط به آیین کابالا مثل فراماسون ها، یهودیان صهیونیست برای بزرگداشت شیطان این نماد رو میپرستن و براش انسان قربانی میکنن. فیلمش موجوده که سلبریتی ها و سیاستمداران معروف دنیا
برای بت‌هاشون بچه قربانی میکنن. یه خبرنگار مخفیانه ازشون فیلم گرفته. در توضیح عددهای بعدی فیلمش هم نشونتون میدم. به این عکس توجه کنید. نصب 600,000 پرچم سفید به یاد قربانیان کرونا کنار بزرگترین آبلیسک دنیا در آمریکا. قضیه کرونا یکی از دلایلش قربانی تقدیم کردن به شیطان بود و بدون شک ساخت صهیونیست‌ها بود که در کلیپ واکسن کامل توضیح داد. یکی از دلایلی که استفاده کردن از کراوات مشکل داره به خاطر همین شباهتش به آبلیسکه. صهیونیست‌ها در کشورهایی که میخوان ادعا کنن اونجا نفوذ دارن این نماد رو میسازن. این اوبلیسک در مصر باستان که عین همینو در سراسر دنیا ساختن. اینجا بنای یادبود جورج واشنگتن در آمریکا، پارک مرکزی نیویورک، انگلیس، اسرائیل، فرانسه، واتیکان مرکز مسیحیت کاتولیک که یه جوری قرار دادن مردم دورش میچرخن انگار دارن طواف میکنن. داخل کلیسا هم کف شطرنجیه. در بعضی از کشورهای اروپایی حتی داخل قبرستان هم از اوبلیسک استفاده میکنن. اینم در ترکیه، هند، چین، روسیه، آرژانتین. اینم ایران خودمونه که دارن این نمادو آتیش میزنن. اینجا کجاست؟ آبلیسک منار رمی جمرات. در اینجا به عنوان نماد شیطان بهش سنگ میزدن. اما آل سعود یا بهتر بگم آل یهود اومدن دورش رو دیوار کشیدن که به این نماد توهین نشه و اومدن در صحرای عرفات بالای کوه یه دونه آبلیسک ساختن که مردم بیان به عنوان تبرک دست بیارن روی این نماد و به آبلیسک احترام بذارن. اومدن یه برج عجیب و غریب کنار کعبه ساختن که عظمت کعبه رو بگیرن. بالای برج رو هلال ماه زدن که مثلا بگن اسلامیه، در صورتی که این هلال ماه نیست. هلال ماه به این صورته. در واقع این شاخ شیطانه. به نمادهای بت پرستان نگاه کنید، این نماد رو میبینید. به تصویر ایسیس در مصر باستان نگاه کنید، این دو شاخ رو میبینید. در قضیه حادثه منا حاجیان برای انجام مناسک رمی جمرات میرفتن. سنگ زدن به نماد شیطان. سعودی ها بی دلیل 2 خیابون رو بستن که باعث ازدحام شد و 7-8 هزار انسان بی‌دفاع رو کشتن. در حادثه منا شیطان اومد گردن کشی کرد. گفت به جای اینکه در روز عید قربان برای خدا قربانی کنید، برای من انسان قربانی کنید که ایران بیشترین قربانی رو داشت. در فیلم وایکینگ دد که قبل از حادثه منا ساخته شده به وضوح داره به این اتفاق اشاره میکنه. داستان فیلم اینه که زامبی ها به شهر حمله کردن و افرادی که از شهر حفاظت میکنن یه جا جمع میشن که راه حلی برای مقابله با زامبی ها پیدا کنن. میگن باید زامبی ها رو هدایت کنن و به یه مسیر خاص بیارن. اشاره میکنه که این اتفاق باید در تقاطع این 2 خیابون بیفته. عمدن روی این تقاطع تاکید میکنن. اینها میان دور تا دور خیابون ها رو میبندن. حالا این صحنه رو نگاه کنید. زامبی ها همه یه جا جمع میشن. یه مکان کوهستانی برای فیلم انتخاب کردن که یادآور عرفات و کوههای عربستانه. برای اینکه زامبی ها فرار نکنن این پایین 2 کامیون گذاشتن و بالا هم 2 کامیون گذاشتن. اینجا اون اتفاق اوله میفته. از بالا کامیون سقوط میکنه و یه تعدادی از زامبی ها کشته میشن. این دقیقاً به حادثه سقوط جرثقیل در مکه اشاره میکنه. در حادثه سقوط جرثقیل 107 نفر قربانی شدن که 11 نفرشون ایرانی بود. نخبه فضایی آقای حاتمی هم در این حادثه به طرز مشکوکی کشته شدن. چرا مشکوک؟ چون ایشون از افرادی بود که به آسیب دیده ها کمک میکرد و جنازه‌ش رو بعد 3 روز بدون موبایل پیدا کرد. حادثه سقوط جرثقیل در چه روزی اتفاق افتاد؟ 11 سپتامبر. سپتامبر ماه 9. 11 و 9 هر دو براشون مقدسه. و دقیقاً 13 روز بعدش حادثه منا اتفاق افتاد. این عددها شانسی در اومده. من توهم توطئه زدم. ادامه فیلمو ببین. بعد از سقوط کامیون مسیر زامبی ها باز میشه. اینها میان زامبی ها رو هدایت میکنن به سمت اون تقاطع. وقتی زامبی ها به تقاطع میرسن به در و دیوار میخورن، زیر دست و پا له میشن و تعداد زیادیشون در این تقاطع کشته میشن. دقیقاً همون اتفاقی که در منا افتاد. اینم نقشه خیابونی که حادثه منا اتفاق افتاد. خیابون 204 و 215 رو میبندن و مردم رو از این 2 خیابون وارد تقاطع میکنن و حادثه در این تقاطع اتفاق میفته و 7-8 هزار انسان بی‌دفاع رو برای شیطان قربانی کردن.